خدمت شما هستیم با آموزش شارژ کارتریج HP 05A و HP 8A. از اونجایی که این دو تا کارتریج کاملا ساختار یکسانی دارن، نحوه شارژشون هم کاملا با هم یکیه. تو این آموزش من قصد دارم نحوه شارژ کارتریج 05 به شما آموزش بدم. ابتدا از سمتی که چرخنده درام معلومه سعی میکنم این پین رو خارج کنم. شما میتونید وسیله فنس یا دنباری این کار رو انجام بدید. در طرف دیگه کارتریج هم پین وجود داره که اونم باید خارج بشه. همونطور که میبینید بعد از خارج کردن پین ها کارتریج به راحتی به دو قسمت تقسیم میشه. ابتدا قسمتی که شامل درام و فوم رول و مخزن تخلیه است. به وسیله یک بیشگوشی دو سوی کوچیک پیم درام رو خارج میکنیم. درام رو از جای خودش در میاریم. فوم رول رو هم خارج میکنیم. قسمت زیرین بریک مخزنیه که تونل های سوخته اونجا جمع میشن. اینو باید کاملا شستشو بدیم و خالی کنیم. من اینجا دستگاه بار استفاده کنم. میشیم که این قسمت کاملا تمیز شده. فوم رو به کارتریج برمیگردونیم. مطمئن میشیم که در جای خودش قرار گرفته. درام رو هم داخل کارتریج قرار میدیم و اینو به جای اولش برمیگردونیم. قسمت دوم کارتریج که شامل مگنت و مخزن تونل. از سمتی که چرخنده وجود نداره ما درپوش رو باز میکنیم. به آرومی درپوش رو جدا میکنیم. مگنت رو به این صورت از کاسه خارج میکنیم. واشر و چرخنده رو خارج میکنیم. همونطور که میبینید مقداری تونر از قبل داخل مخزن هست. بهتره که این تونر رو خالی کنیم. در این قسمت قراره که تونر رو داخل کاست بریزیم. من از تونر کمرنگ استفاده میکنم. شما میتونید این از سایت ما تهیه کنید. به آرومی تونر رو داخل محفظه میریزیم.
بعد از پر شدن کامل کاست دیگه احتیاجی به ریختن تونر اضافی نیست. مگنت رو باید کاملا از تونر پاکسازی کنیم. من اینجا دستگاه باد استفاده میکنم. در صورتی که بعد از تمیز کردن با دستگاه باد یا دستمال لکه‌ای روی مگنت مشاهده می‌کنید، شما میتونید با استفاده تینردار 600 یا 800 اونو کاملا تمیز کنید. با شل جلوی مگنت رو جا میزنید، مگنت رو داخل کاست قرار میدید، چرخ دنده رو داخل کاست قرار میدید. با چرخوندن مگنت مطمئن میشم که کاملا داخل جای خودش قرار گرفته. طرف دیگه مگنت آهن‌ربا وجود داره. با چرخوندن اون و فشار دادن به سمت داخل مطمئن میشم که کاملا در جای خودش قرار گرفته. با شل انتهایی قرار میدم. بعد از تمیز کردن درپوش اون در جای خودش قرار میدم. پیچ‌های درپوش رو میبندم. با چرخوندن مگنت به سمت بالا مطمئن میشم که تونر به صورت یک دست تمام مگنت رو میپوشونه. در اینجا باید دقت کنید که وقتی میخوایم دو تا قسمت کاتیج رو با هم متصل کنیم، دو چرخدنده کاملا روی هم جفت بشن به این صورت. مطمئن میشم که فنرهای بالا و پایین کاتریج کاملا در جای خودشون قرار گرفتن. همونطور که میبینید با جابجا کردن کاتریج میتونم این پیم ها رو داخل جای خودشون قرار بدم. خیلی مهمه که این پیم ها تا آخر داخل بره و داخل جای خودش قرار بگیره. این طرف هم همینطور. الان کاتیج ما کاملا شارژ شده و آماده استفاده است. کاتیج یک باد میگیرم برای اینکه خونسر بشه و مطمئن بشم تونلی داخل دستگاهمون نمیره. برای تست کاتیج 05 من دستگاه 25 HP استفاده میکنم. دستگاه 25 HP بعد از اینکه دستگاه یک بار کامل موتور میکنه به حالت ردی برمیگرده، با فشار دادن کلید سبز یک تست از کاتیج ما تحویل میده. بله، همونطور که میبینید کاتیج ما کاملا شارژ شده و تمام صفحه رو به صورت پررنگ پرینت گرفته. امیدوارم که آموزش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه.